Murat on almış. Birce Akalay, Salan Soyder, Arman Okay, Görkem Kambolat Arsalan, Levent Yilmaz, Ayşegül Günay, Salma Kutlu, Olvi Alıca Kaptan, İpek Erdem, Yilmaz Calayir, Parvin Onalp, Kıvanç Kilinç, Ferdos Budol, Arhan Duran, Oğur Aslan, Tora Kaftancıoğlu و Eşil Yücetsoy. موزیک آیتکین آتش. نویسندگان فیلمنامه ایلم جان پولات و سما ارگنکون. تهیه کننده شکرو افشار. شمیم عشق. ولی باور کن نمیدونم چی کار باید بکنم. پسرم خوش اومدی. ممنون زنمون. باده اومده؟ آره. نرو پسرم. باده دوباره بابا باش دعواش شده. خیلی ازش خواستم بگه چی شده اما حرف دلشون نزد. حالا داره با یوسف انگار صحبت میکنه. میخوای تو نرو اونجا ها؟ یعنی نرو پیششون، یه وقت پیش تو معذب میشه. باشه، هر جور راحتی. برو قهوه رو بده ببینم. ببین سلطان هنوز نیومده؟ نه خانم هنوز نیومده. یه وسایل لازم بود رفت بازار خرید کنه. ای خدا، قرار بود قرص زیرزبونیمو بیاره. چرا خانم نکنه حالتون بده؟ نه عزیزم، قهوه خوردم انگار اذیت شدم. خیلی خوب، تو قهوه ها رو ببر، بعدم برام آب بیار. باشه چشم. والا گفتم که باده. تو ممنون پینار. نمیخورم، ممنونم. من با بابات کاری ندارم. باید خودت تصمیم بگیری. دارم فکر میکنم، چیزی به ذهنم نمیرسه. متوجهم. بازم ازت معذرت میخوام. نیازی به عذرخواهی نیست. من دیگه برم خونه. عزیزم قهوهم که نخوردی. میل نداشتم خالی جون. روزتون بخیر. دخترم وقت نهاره کجا میری؟ بمون برای نهار. یه وقت دیگه میام. باشه عزیزم، هر طور راحتی. تا جلوی در همرات میام ها؟ نه خودتون خسته نکنین، من خودم میرم. باشه عزیزم، خداحافظ. به سلامت. به مادرت سلام برس. یوسف چی شده؟ بگو ببینم ها؟ چرا این دختره اینطوری رفت؟ مگه از خونه انداختنش بیرون؟ یکم ناراحت بود. با هم حرف زدیم. اونو که میدونم، با هم تو تراس بودیم، همه چیو به هم گفت. جلال خان خواسته با هم ازدواج کنیم. اینو میخوام بدونم تو چی جواب دادی؟ باده میخواد بره استانبول. گفتم خودت میدونی. آفرین، واقعا باریکلا به تو. حالا فهمیدم چرا دختر اینطوری با ناراحتی از اینجا رفت.
پس بهش گفتی هر کاری میخوای بکن. فرقش چیه؟ چی باید میگفتم؟ به من چه؟ به خدا که من اصلا تو رو درک نمیکنم. چی میشد مثلا؟ یه شانس به دختره میدادی، یه شانس هم به خودت میدادی. حالا که حرف ازدواج پیش اومده حداقل بهش دل و جرأت میدادی. چه عجب اومدی؟ ببین دختر جون، امتحانتو کردی، دیدی جای من تو این خونه یه چیز دیگه است. عقلت کار کنه با من در نمیافتی، ولی اگه به پر و پام بپیچی خلاصی نداری دختر جون. خب به من چه؟ حمیت خانم سراغتو میگرفت، انگار قرار بوده داروهاشو براش ببری. منتظرت دیگه. باد خانم بالا تشریف دارن؟ دیر رسیدی، قبل تو رفت. خیلی خوب، انقدر حرف نزن، اون پارچه بده به من. شما نمیفهمی چی داری میگی. اگه میفهمیدی نمی اومدی این حرفا رو بهم بزنی. اوه پسر عزیزم، من مادرتم یوسف. مگه میشه من بدی تو رو بخوام؟ ببین اینطوری فکر کن، تمام روز با همین میگردین، علایقتون یکیه، خانواده هاتون مثل همه. چرا نشه عزیزم؟ ها؟ به هم دیگه میاین. خب یه شانس به خودت میدادی پسرم. مامان داری شوخی میکنی؟ چون تمام روز با همیم و داریم با هم دیگه وقت میگذرونیم باید ازدواج کنیم؟ بس دیگه. گوش کن ببین چی میگم. دختری که برای ازدواج انتخاب کرده بودی هم دیدیم. دروغگو، پول دوست، دغل‌کار و حق باز. یعنی با دختری مثل اون میتونی، اما با باده نمیتونی ازدواج کنی؟ مامان بسه. بس نیست، خیلی هم کمه. گوش کن، چون دیگه این موضوع فقط به تو مربوط نمیشه. این موضوع به همه خانوادمون مربوط میشه. پسرم تو متوجه نیستی، این دختر آتیشمون زد، همه خانوادمونو بیچاره کرد. مامان تو رو خدا بس کن. اینایی که داری میگی و منم میدونم، برام یادآوریشون نکن. من هیچ وقت از کارهای اون دفاع نکردم، حتی توجیهشونم نکردم. اون به خاطر علاقش به من این کارو کرد، منم اونو دوستش دارم. از این به بعد کاری به کارم نداشته باشین. دست از سرم بردارین، اعصابمو به هم نریزین. آقا ترسیدم. خانومم، 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 حمیت خانومم. مامان حداقل یکی بیاد بیرون یه چیزی به ما بگه. بابا جون تو رو خدا آروم باش، مامان حالش خوب میشه. دکتر بعداً توضیحات لازم رو بهتون میگن. یکیتون تشریف بیارید اتاق آقای دکتر. بفرمایید. خدایا خودت کمکمون کن. برای بستری شدن بیمار باید این برگه ها رو پر کنید. باشه من هم رو تو میام. یادته رفته بودیم استانبول تو و بابا، منو برده بودین شهر بازی؟ آره، کسکولسه، کاواک. اما تو پل گالاتو رو بیشتر از همه دوست داشتی. دوباره همه شونو میگردیم.
هیچ وقت تنهات نمیذارم. راستش این خونه خیلی بزرگ بود مامان جون، ولی چیکار کنم؟ بابا راه دیگه‌ای برام نذاشته. اینقدر تحت فشارم که خودمم نمیدونم باید چیکار کنم. یوسف، همونی که تو بهش میگی کرم، آدمی خیلی خوبیه، دلش پاکه، مرده. نباید اصلا موضوع ازدواج رو پیش میکشیدم، نه به خاله حمیت نه به یوسف. نباید اون سوالو ازش میپرسیدم. ازش پرسیدم تو چی فکر میکنی؟ مگه قرار بود چی بگه؟ اونم بعد اون همه ناراحتی. خاله حمیتم اینقدر اصرار کرد که منم چه میدونم آخه. ماما، خیلی خجالت میکشم. کاش بتونی یه چیزی بگی. خیلی بهت احتیاج دارم. خجالت نکش، خجالت نکش دختر. مامان جونم. مهمت، چی؟ چی میگی؟ باور نمی کنم. باشه خیلی خوب، همین الان میام. چی شد آقای دکتر؟ خوب میشه؟ خیلی خوب پسرم، صبر کن. اول به حرفای دکتر گوش بدیم. با معاینه های اولیه‌ای که داشتیم به نظر حالشون خوب نمیاد قربان. منظورتون چیه؟ گفتین آنژیو میکنین، انجامش دادین؟ بله آنژیو کردیم، ولی به خاطر انسداد شدید عروق برای ایشون آنژیو جواب نداد. یعنی چی؟ مادرتون به قلبش فشار زیادی اومده. به خاطر استرس فشار خونشون خیلی بالا رفته و همینم باعث آنفاکتوز ناگهانی شده. پس الان چطور میشه؟ حمیت خانمو بلافاصله باید ببریم برای عمل بایپاس، ولی اینو باید بگم که به خاطر فشار خون بالایی که دارن این کار ریسک بالایی داره. یوسف خیلی خوب، همش میگذره. باور کن همه چی درست میشه. مادرم به خاطر من اینجوری شد، نمیبینی؟ خیلی خوب، تقصیر تو که نیست. این کارو با خودت نکن، خواهش میکنم نکن. بلند شو، پاشو.
پاشو بریم. حوا، ای بابا، من بهت چی گفتم؟ تا وقتی که اینا جلوی چشمت باشن حالت بهتر نمیشه. خب من حالم خوبه مامان. دخترم اونا رو بده به من. تو رو خدا. یعنی کی میتونه باشه؟ حوا. بله. درو باز کن. تو چرا باز نمی کنی؟ تو نرو، بذار حوا بره. خدای من که سر در نمیارم. این وقت شب کی میتونه باشه؟ باز داری چی کار میکنی ها؟ جون تو اینجا چی کار میکنی؟ واسه امر خیر اومدم دیگه. گریه نکن دخترم، گریه نکن فدات شم. مادرت خوب میشه. گریه نکن، گریه نکن، براش دعا میکنم ایشالا خوب میشه. شما هم اینجا بمونید. یوسف جان عزیزم، آروم باش، بیا. تو رو خدا تو یکی دیگه دست از سر من بردار. خدا روزی تو جای دیگه بده. چی داری میگی تو؟ رمزی به خودت بیا. خب با کسی که واسه امر خیر اومده اینطوری رفتار نمی کنن بذار بیاد تو.
بسته رزل، خجالت بکش، بسته دیگه. خیلی خوب بابا رمزی، باشه مهم نیست. ببین اگه نمیخوای خونه نمیام، اصلا میرم پشت سرم هم نگاه نمیکنم، ولی چند کلمه باهات حرف دارم، چون بهتر از همه تو منو درک میکنی. هر کاری کردی عیب نداره، حتی میخوای تو صورتم نگاه نکن، ولی من نمیتونم از تو بگذرم هوا. فکر نکن اومدم اینجا غرور و عزت و نفس ندارم، تنها دلیلش عشق توه. مطمئنم میتونم خوشبختت کنم، وگرنه اصلا نمی اومدم دنبالت. یوسف به تو فرصت نداد، تو رو خدا تو به من یه شانس بده، به هم یه فرصت بده تا عاشقی رو بهت ثابت کنم. یعنی اینقدر منو دوست داری جنید؟ آره؟ خیلی زیاد، حتی بیشتر از جونم. چرا دروغ بگم؟ قبلا هیچ امیدی نداشتم، ولی وقتی یوسف رفت گفتم بذار زخماشو التیام بدم. اجازه بده کنارت بمونم. حالا که اینقدر منو دوست داری پس فقط یه ذره درکم کن. من اینو میدونی؟ به غیر از من میتونی به کس دیگه ای فکر کنی؟ پس تا تش رو بفهم. میتونی جای منو با کس دیگه ای پر کنی؟ نمیتونی مگه نه؟ منم نمیتونم جنید، چون بهش قول دادم، دلم و پیشش گذاشتم. هر اتفاقی هم که بیفته تا آخر عمرم نمیتونم به کس دیگه غیر از اون فکر کنم. نمیتونم. تو رو خدا تو هم بیشتر از این خودتو و منو اذیت نکن. ضایع شد. پسرم حرفاشو به دل نگیر، اون از روی ناراحتی این حرفا رو زد. بذار یکم آروم بشه، دوباره میای. وقتی مهمت زنگ زد ناراحت شدم. فکر کنم بعد رفتن من اینطوری شدم. یهو شوکه شدم. خانومم تقصیر من بود. یوسف تقصیر تو نیست. تو اتاق حرف میزدیم، یه حرفایی زد و با هم دیگه بحثمون شد. بهش گفتم نمیتونم حوا رو فراموشش کنم. سرش داد زدم. برگشتم دیدم قش کرده. خدا کنه طوریش نشه. چیزی نمیشه، نگران نباش.
کنار زن. باید دم این دختر رو بچینم تا بفهمه کی به کیه. رمزی تو رو خدا دختره رو راحت بذار. فکر کردی کی هستی ها؟ تو کی هستی؟ مگه نمیبینی حال خودش زاره؟ مگه نمیبینی؟ این هیچ چیش نیست. این یه مارمولکیه که لنگش خودشه. آدم وقتی سر خود کاریو انجام بده نتیجهش همین میشه. فکر کردی کی هستی ها؟ تو کی هستی؟ من دختر آدمیم که به خاطر راحتی خودش دخترش رو به دوزار میفروشه. یادت اومد کیم؟ تو رو خدا هیچی نگو، هوا بسته. این چه حرفیه میزنی دختر؟ من به خاطر سر و سامون دادن تو جون میکنم. همچنان داری دروغ میگی، همچنان. تو رو خدا ببینا، بعد به هم خوردن نامزدید با هانجی اغلا دیگه کی تو رو میگیره؟ کی تو رو میگیره؟ نمیخوام کسی منو بگیره، نمیخوام کسی منو بخواد. منم دیگه تو رو نمیخوام. از خونه من برو بیرون. تو به هیچ دردی نمیخوری. برو بیرون. بابا بابا یه چیزی گفت. برگرد. عملش سخت‌تر از اونی بود که فکر می‌کردم. حمیت خانم تا صبح تو بخش مراقبت‌های ویژه نگه می‌داریم تا وقتی هم که فشار خونش پایین نیاد احتمال خطر وجود داره. قربان. یعنی منظورتون چیه؟ متاسفانه زندگیشون در خطره. برای ما مهمه که امشب و چطوری میگذرونن. ایشون بعد امشب تو بخش مراقبت‌های ویژه باشن تا ببینیم که کی منتقل بشن به بخش. توکل به خدا. حمیت بابا. عمو جان. بابا جان. آقا. بابا. داداش. بریم یه جا بشین. پسرم این چی بود که مادر تو به این روز انداخت؟ صد بار بهت گفتم از اون دختر برای تو همسر در نمیاد. با دستای خودش فرستادت زندان، دیگه چه انتظاری داری؟ دلی رو که به من نداد به اون داد. منو انتخاب نکرد. خب معلوم بود تو نفهمیدی داداش. چیزی که من صاحبش نشدم نباید هانجی اغلام صاحب شه. حالا که هوا اونو میخواد مطمئن میبخشتش، خوشبختش میکنه. اون حق نداره این کارو بکنه. آخه به تو چه پسر؟ گفتم خوشبخت میشه. منم باید حسرت هوا رو بخورم، بشینم خوشبختیشو نگاه کنم. بیا بگیر. تلفنش هم جا گذاشته. حالا بگرد تا پیداش کنی. ببین بذار شاخش بشکنه، اون وقت میفهمه که غیر از اینجا جایی رو نداره. خجالت بکش رمزی. اون دخترته، مثل سنگ میمونی. نه فهم به دنیا اومدی، نه فهمم از دنیا میری خیال جمع. همش حرف میزن.
خواهر جونم گریه نکن، فکرایی بد نکن، مامان حتما حالش خوب میشه. مطمئنم فردا همه چی درست میشه، فکر بد نکن. دل منم شکست داداش، منم ایگی تو دوست داشتم، ولی من به خاطر شما ازش گذشتم، تو قلبم دفنش کردم، چون میخواستم شما و مامان ناراحت نشین. سعی کردم آدمی که اصلا دوست ندارم دوست داشته باشم. حوا توپراک، خواهر جونم چرا اینجا خوابیدی؟ خودتی؟ بلند شو بریم تو، پاشو. تو اینجا چی کار میکنی؟ برگشتم خونه. خدا رو شکر. توپراکم خوش اومدی. بیا بریم تو، بیا. یوسف خوابیدی؟ یهو خوابم برد. دیگه ناراحت نباش. با عمو ایلماس حرف زدم، مامانتو میبرن بخش. جدی میگی؟ مامان هنوز تحت تاثیر دارو هستن، میبریمشون بخش، باید استراحت کنن. باشه. دیدی لازم نبود خودتو اینقدر ناراحت کنی، همه چی درست شد. آی دخترای گلم، چه عجب بالاخره دور هم جمع شدیم. خواهر جون تو خوبی دیگه؟ خبر نداده بودی که میخوای بیای؟ چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ چنار کجاست؟ راستش کسی خبر نداره که من اومدم، فقط خاله خبر داره. بابا دخترم توپراک، تو واسه چی اومدی اینجا؟ این چه طرز حرف زدن رمزی؟ اومده خونش خب؟ بابا من باید برمیگشتم. واسه همیشه اومدی اینجا؟
بابا من و چنار دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. فکر کنم شما دوتا خواهر میخواین پدرتون رو بکشین. آره این همه چی رو به باد داده، تو هم شوهرتو ول کردی و با یه چمدون پا شدی اومدی اینجا. آره مگه همه چی پوله بابا؟ از این حرفا نزن، این تصمیم خودمه. غلط کردی، تصمیم خودته. بابا اگه آدم بودی مثل یه پدر از دخترات حمایت میکردی. خدا همتون رو لعنت کنه. آخ دخترای بدبخت من. آخ من آدم نیستم؟ حالا دیگه منو نمیپسندین؟ چته؟ چی میگی سلطان؟ رمزی حالمو بدتر از این نکن، مثل آدم حرف بزن. آره آدم نیستم، تو حرفتو بزن ببینم. کوتوله دوباره که قاطی کردی. گوشی رو بده به حوا، از دیشب گوشیشو جواب نمیده. خواهرم هم همینطور. انقدر به من زنگ نزن، تو هم دست از سر این حوا بردار، از اون آبی گرم نمیشه. منم به خاطر اون بهت زنگ زدم. هرچی دیوونه است گیر ما میافته. چی شد آقای دکتر؟ خیلی خوب مقاومت کردم. چند لحظه پیش به هوش اومدن. الان میتونی ببینیمش؟ فقط الان تو شرایطی هن که نباید خستشن. فقط یک نفر میتونه بره پیششون. بابا شما برو پیشش. نه پسرم، الان تو رو میخواد ببینه. برو. آقای دکتر الان حالش بهتر میشه؟ بله به امید خدا دیگه داره خطر رفت میشه. تو که ما رو نصف جون کردی، خیلی ترسوندیمون. خیلی ناراحتت کردم. میدونم ولی نمیخواستم اینطوری شه. تو خوب شو، خوب باش، منم خوب میشم، قول میدم. پسر مامان خودتو خسته نکن. تو میخوای که من خوب بشم؟ مگه میشه خوب شدن تو نخوام؟ معلومه میخوام. پس بابات ازدواج کن.